اگر میخوای کاشت موی پرتراکم رو تجربه کنی و به جای اینکه این کاشت موی با تراکم کم رو نداشته باشی و این کاشت موی پرتراکم رو داشته باشی، کافیه با ما همراه باشی. توی این ویدیو قراره کلی اطلاعات در مورد کاشت موی متراکم بهت بدم و یک کاشت موی خیلی عالی رو تجربه کنی. قبلا از روش‌های کاشت موی به روش FUT یا FUE به روش قدیمی و سنتی استفاده می‌شد و تراکم تارهای مویی خیلی کم می‌شد و در نتیجه کاشت موی طبیعی رو شما تجربه نمی‌کردید. اما امروزه با روش میکروگرافت تیغ‌های خیلی ریز تارهای مویی برداشته میشه، جلوی سر کاش میشه و شما میتونید کاشت موی پرتراکم و عالی رو تجربه کنید. تراکم تار مو هم خیلی مهمه و علاوه بر اینکه تعدادی که توی کل سر کاشت میشه، تعداد تار مویی که در هر سانتی متر مربع کاشت میشه هم روی تراکم کارتون خیلی تاثیرگذاره. و یه مورد دیگه که خیلی اهمیت داره واسه اینکه شما یک کاشت پرتراکم رو داشته باشید اینه که تارهای مویی که از پشت سر برداشت میشه درست برداشت بشه، سالم برداشت بشه، توی شرایط استیبل نگهداری بشه و جلوی سرتون سالم کاشت بشه. حالا براتون توضیح میدم. اگر میخواید کاشت پرتراکم رو داشته باشید حتما قبلش مشاوره با کلینیک داشته باشید. ما توی کلینیکمون توی مجموعمون ویزیت قبل از کاشت رو دارید. تارهای مویتون بررسی میشه، منطقه تاستیتون بررسی میشه، جنس موهای توی بانکتون بررسی میشه و روز عمل با بهترین تیغ‌هایی که حالا بسته به شرایط بدنتون هست از 8 دهم 9 دهم 1 انتخاب میکنیم، تارهای مویتون رو برداشت میکنیم و بسته به تعداد تار مویی که نیاز دارین جلوی سرتون کاشت میکنیم. معمولا فرآیند کاشت مو یک روزه یا 2 روزه هست، ولی من براتون توصیه میکنم چه در مجموعه ما چه در جای دیگه کاشت مو رو انجام بدید سعی کنید 2 روزه این کار رو انجام بدید. 2 روزه کاشت کردن باعث میشه که ما بتونیم با در واقع تیغ‌های ریز بیشترین تعداد تار مو رو براتون برداریم. این فرآیند قطعا زمان بره، قطعا نیاز به دقت بیشتری داره و قطعا خستگی شما هم بیشتر میشه. توصیه‌مون اینه که 2 روزه این کار رو انجام بدید. وقتی این کار رو 2 روزه انجام میدید، خب ما همه که کاشت انجام میدیم بالاخره تکنسین هایی هستیم که از 8 صبح که میام قطعا 4 5 بعد از ظهر خسته ایم. پس سعی کنید که 2 روزه این کار رو انجام بدید تا هم ما توی اون حال خوبتون سرحالی براتون کار انجام بدیم و گرفتاتون رو با دقت بالا برداشت کنیم و توی سرتون کاشت بکنیم. روز دوم همین فرآیند تکرار میشه. خیلی از شما نگران این هستین که حالا روز دوم دوباره بی‌اسی می‌خوریم، دوباره درد داریم، دوباره اذیت میشیم. نه، اگر کاشتتون 2 روزه باشه قطعا درد و خستگیتون خیلی کمتر نسبت به روز اول هست ولی نتیجه کارتون عالی و فوق‌العاده میشه. در مورد اینکه کاش 1 روزه باشه یا 2 روزه باشه یا چه تعداد تارمون کاشت بشه خیلی صحبت کردیم، اما اینجا می‌خوام یه جمع‌بندی کامل براتون داشته باشم. ببین بچه‌ها، طول عمر نگهداری گرفتامون معمولا 4 تا 5 ساعت هستش. این 4 5 ساعت اگر بیشتر بشه اون گرفتا کیفیتش کم میشه. حالا تو کاشت‌های 1 روزه ما هر تعداد تارمو که بتونیم برداشت بکنیم برداشت رو انجام میدیم، اما تایم نگهداری تارهای مویی زیاد میشه و این باعث میشه کیفیت کارتون کم بشه. معمولا تو کاشت‌های 2 روزه چون منطقه‌ای که کاشت انجام میدیم و در واقع برداشت گرفت رو داریم براش در واقع میاد توی 2 روز تقسیم میشه. پس تعداد تار مویی که برداشت میکنیم به مراتب نسبت به کاشت‌های 1 روزه بیشتره و تایم نگهداری گرفت‌ها کمتر میشه. این باعث میشه نتیجه کارتون بهتر بشه و نتیجه بهتری از کاشتتون بگیریم و اینکه هم خودتون کمتر اذیت میشین و هم تکنسینتون در واقع تو تمام فرآیند کاری حالت سرحالی اون رفرشی رو داره. قبلا با روش در واقع FUT یا FUE کار کاشت انجام میدن. یه فلپ کوچه پشت سر برداشت میکردن، تارهای موش رو جدا میکردن و جلوی سر کاشت میکردن. و از طرف دیگه روش FUE روشی بود که حالا با تیغ‌های پانچ قطورتر 1 یا 1.2 میلیمتر برداشت میکردن و جلوی سر کاشت میکردن. چون تیغ‌ها بزرگ بودن تعداد تار موی کمتری از پشت سر برداشته میشد و تعداد تار موی کمتری پس نسبتاً کاشت میشد. اما الان با روش میکروگرافی یعنی برداشت دونه دونه‌ای تارهای مو با سوزن‌های خیلی ریز و باریک 7 دهم 8 دهم و 9 دهم براتون این برداشت رو انجام میدیم که با کیفیت در واقع اون سلامت گرفتا و تعداد تار موی بیشتری رو داشته باشیم و اون حالت تراکم عالی جلوی سر رو میتونید داشته باشید. برای دریافت مشاوره رایگان ما کافیه با پیج اینستاگرام و شماره تماس ما با ما در ارتباط باشید و اگر میخوای اطلاعات رو در مورد کاشت مو و روش‌های انجامش بالا ببری کافیه که ما رو سابسکرایب کنی و زنگوله این پایین رو فعال کنی تا ویدیوهای جدید برات نمایش داده بشه.